میر سید علی همدانی، ولی والا مقام، عالمی صاحب شهرت و ادیبی شیرین سخنی تاجیک و فارس، حضرت میر سید علی همدانی بیشک از نابغه های عالم اسلام است. نام اصلیش علی ابن شهاب الدین ابن محمد بوده از نسل حضرت پیغمبرمان یعنی سید زاده می باشد. تربت شریف او در شهر کولاب ولایت ختلانی وطنی عزیزمان واقع بوده زیارتگاهی خاص و عام است. از روی اخلاص و صمیمیت بی اندازه مردم و درجه مقام و مرتبهش او را در مملکت‌های مشرق زمین با نام‌های دیگر نیز از قبیل شاه همدان، میری همدان، میری کبیر، سیاه پوش، میری سیاه پوش، حضرت امیرجان یادآوری می‌کنند. در کشور ما خاصه در شهر کولاب و اطراف آن از روی محبت بی پایان صمیمی همگان او را حضرت امیرجان نام می‌برند. سال مولود میر سید علی همدانی را اکثر سرچشمه ها 12 ماه رجبی سال 714 هجری مطابق به 12 اکتبر سال 1314 میلادی نشان می‌دهند. او در شهر همدان ایران در عائله شخصی عالم و دانشمند به دنیا آمده است. او درباره از همدان بودن خود چنین می‌فرماید: نیز زان همدانم که ندانند علی کیست، من زان همدانم که علی را همه دانند. در تعلیم و رشد و کمال معنوی او پیش از همه محیط عائله و موقع دو عالم زبردست همدان خویشان نزدیکش شراف الدین محمود ابن عبدالله مزدکانی و تقی الدین علی دوستی خیلی بزرگ است و در چنین محیط سالم تعلیم خوب معنوی و اخلاقی دریافت و در سن 16-18 سالگی از علمهای موجوده زمانش کاملا برخوردار گشت. همه شرایط مساعد و گوارا او را تطمین نکرده پی جستجوی علم و معرفت و حقیقت اصیل این محیط برایش عزیز را در سن 19 سالگی ترک کرد. بیشتری عمر عزیز خویش را در غربت و سفرهای پی در پی برای کسب علم و کمالات معنوی و ارشاد مردم گذرانید. به هر سرزمینی که پای مبارکش را می نهاد هوای معنوی آن منزل و مکان از فیض قدوم با برکتش دیگرگون می شد. به بیچاره و بینوایان، ضعیفان و بیماران دست یاری و سخا دراز می کرد. در سفرهایش او را بعضی خویشان و اهل اقربا و دوستان و مریدانش همراهی می کردند. او به مکه و مدینه، مصر، پاکستان و هندوستان، آسیای میانه، ترکیه و دیگر ممالک دنیا سفر کرده به رسم و رسوم آن خلقها از نزدیک شناس می شد. هدف اساسی و اولین درجه از این سفرها ارشاد و راهنمایی نمودن مردم به سوی قله‌های کمالات انسانی، اخلاق حمیده و به دست آوردن سعادت حقیقی آنها بود. او در این سفرها از صحبت اولیای زمان فیضیاب گردیده اثری جاودانی تصوفی خود اوراد فتحیه را ایجاد کرد. در این مدت به قول سید اشرف ظفر بار نخست علی همدانی سال 1373 میلادی به ولایت ختلان به کولاب امروزه تشریف آورد. واقعا در تاریخ تصوف و اهل ادب شرق مثل سید علی همدانی
کم شخصیتی را دچار میتوان آمد که اینقدر سفرها نموده به خدمت اولیا و دوستان خدا کمر بسته و از آنها برخوردار گردیده باشد. آن حضرت خودش بارها تأکید نموده است که در کسب کمال آدمی بی نظری استاد به جای نمی رسد و مرتبه را صاحب نخواهد شد. ای علی، رو نظر کن ز سری صدق و صفا، که به جای نرسید بی نظری پیر مرید. این مرتبه به سید علی همدانی خیلی بر وقت در سن و سال جوانی میسر گردید. شیخ محمد خان ازکانی یکی از عالمان و عارفان شهرتمند زمان به شمار می رفت و نه هر کس در نزد او خدمت مریدی به جا آورده می توانست. این مرتبه به سید علی همدانی خیلی بر وقت در سن و سال جوانی میسر گردید. شیخ محمد خان ازکانی یکی از عالمان و عارفان شهرتمند زمان به شمار می رفت و نه هر کس نزد او خدمت مریدی به جا آورده می توانست. علی همدانی به طفیل ذکاوتی بلند، صبر و طاقتی بی انتها توانست که به خدمت او نیز سزاوار گردد و حتی شیخ لباس افتخاری خود خرقه را به شاگرد خویش تحفه نمود. این هدیه عالی نشان باوری کامل استاد به مرید است. آنچه را که از علم و معرفت اندوخت در صحیفات جداگانه ثبت کرد و اخیراً آنها را در شکل کتاب علاهیده تالیف نمود که عدد آنها به قول از 70 بیش است. در این سالها از عمر پربرکت سید علی همدانی 60 سال زیادتر رفته بود. چنانه که ذکر کردیم، او در راه تصوف اساساً از محمود مزدکانی و محمد ازکانی فیض گرفته و کمال یافته و اینچنین به صحبت و خدمت چندین اولیای دور خود شرفمند گردیده است. او در شهر کشمیر صاحب درگاه نیز بوده است. سالیان زیاد در آنجا مردم را در راه کمالات معنوی راهنمایی نموده، به آنها امر و نهی‌های الهی را تبلیغ کرده است و برای سعادت دارین آدمان زیاد وسیله شده است. درباره او حکایات و روایات زیادی موجود است. خود حضرت چنین می‌فرماید: چندین بارها سفری حج نمودم. در یکی از این سفرها در بیابان می رفتیم. 28 روز بود که چیزی نخورده و ننوشیده بودم. خوردن و نوشیدن نیز هیچ به خاطرم نمی آمد. بعد از این با گذشت مدت احتیاج خوراک در من پیدا شد، اما با خود خوردنی نداشتم. با نیت یافتن غذای به یک چند خیمه در آنجا بوده رفتم، اما از کسی چیزی طلب کرده نتوانستم. سپس به گوشه کناره گرفتم و به مراقبه نشستم. پس از مدتی دیدم که کاروان کیها رفته است. برای به آنها رسیدن از قفایشان به راه برآمدم. در اثنای راه به چاهی رسیدم. برای از چاه آب گرفتن ظرفی نداشتم. از این رو به چاه فرآمده آب نوشیدم و یک مدت در قعر چاه ماندم. از بس که چاه خیلی چکور بود، از آن برآمدن نتوانستم و در آنجا منتظر شدم. در آن هنگام مردی در سر چاه پیدا شد. مرا دید و دستارش را گشاده یک نوک آن را به سوی من دراز کرد. من از دستار داشته به بیرون برآمدم. آنگاه خواستم که بودنی آن مرد را پرسان شوم، اما او در زمان از چشمانم ناپدید گشت. من با شتاب روان شدم و به کاروان رسیدم. چون مرا صحت و سلامت دیدند، همگان حیران شدند. چگونه به دست راه زنان نفت دیدنم را پرسیدند. خلاصه من با همین سبب در بین آنها مشهور شدم. در آن سفر اکثر وقت از کاروان جدا می ماندم
شبها را از آنها جدا می‌گذرانیدم. هرچند راه بسی خطرناک بود، اما خدای تعالی مرا مدام محافظت می‌کرد. یکی از شاگردان مشهور حضرت نورالدین جعفری بدخشی می‌فرماید که در اثنای صحبت‌های حضرت سید علی همدانی هرچی که از خاطرم می‌گذشت آن را به من آشکارا بیان می‌کرد و از آنها هر کدامش که از منفیت خالی بود در خصوصی آنها چیزی نمی‌گفت. خود حضرت می‌فرماید ای عزیز، اخوت یعنی برادری لفظی معمول در میان مردم است. آن معنای عمیق و حقیقتی وسیع دارد. اهل تصوف برادری را در 3 مرتبه شرح دادند. مرتبه اول برادری همخونی است که از یک پدر و مادر زایده شدند. دوم برادری دینی است که این را آیت کریمه چنین تأیید می کند: بیشک مؤمنان به هم برادرند. مرتبه سیوم برادری اهل قلب و اهل حقیقت است که این مقام را فتوت می نامند. کسی که خود را با اخلاق حمیده مانند سخاوت، عفو، رعایت امانت، حلم و شفقت، خاکساری و تقوا آراسته گرداند، اهل فتوت او را اخی یعنی برادر می خوانند. فتوت هرچند مقامی از مقامهای فقر است، اما اصلی تمام مقام هاست و همه مقام ها به آن وابسته است، زیرا آن شاملی تمامی درجات مکارم اخلاق است. بزرگان اهل حقیقت و مشایخ کرام در خصوص حقیقت فتوت سخنهای زیادی گفتند. حسن بصری قدیس سره فرموده است: فتوت به خاطر پروردگارت و نفست دشمنی کردن است. حارث محاسبی فرموده است: فتوت نسبت همگان با انصاف معامله نمودن و از کسی منتظر انصاف نبودن است. جنید بغدادی فرموده است: فتوت کشاده رو بودن و مردم آزار نبودن است. یعنی حقیقت فتوت وسیله شدن به خیر و خوبی و آسودگی بنده های خداست. سهل ابن عبدالله فرموده است: فتوت اتباع به سنتی سنیه است. حضرت علی فرموده است: فتوت 4 قسم است: عفو کردن هنگام توانایی، ملایمت هنگام غضب، نصیحت کردن دشمن خود در حال عداوت داشتن، و دیگران دادن در حال خود احتیاج داشتن. از تمام این سخنان برمی آید که همه مرتبه های فتوت و شکل های آن با حق بنده علاقمند است. حضرت پیغمبرمان در حدیث شریف می فرمایند: تا دمی که بنده حاجت برادر مسلمانش را روا می کند، الله تعالی حاجت او را روا می نماید. بدانید که دنیا به مثابه منزلی است در کنار بیابان آخرت، آنچنان منزلی که در بین بیابان ازل و بیابان ابد گذاشته شده است، تا بنده های الله تعالی از بیابان عالم ارواح به صحرای آخرت سفر نمایند و در این منزل برای سفر آخرت توشه آماده سازند و برای تدبیر و تیاری این سفری دراز و بی انتها مشغول شوند. احوال مسافرانی که در این منزلگاه موقت دنیا مقیمند بنا به حکمت‌های خداوند تعالی گوناگون است. بعضیشان جسماً قوی، روحاً ضعیف، بعضی دیگرشان روحاً قوی، جسماً ضعیف. برخی از هر دو جهت قوی، برخی از هر دو جهت ضعیف آفریده شدند.
در قرآن کریم چنین آمده است: تمام این تقدیر خدای عزیز و داناست. در این حکمت‌های موجود است که گفتن و شمردنش ناممکن است. یکی از آن حکمت‌ها آن است که آدمان باید موافق قدرت و توانشان باید به هم دیگر یاری دهند. حضرت پیغمبرمان در یک حدیث شریف فرمودند: مؤمنان مانند خیشت‌های یک بنا می باشند که یکدیگر را دستگیری می کنند. البته مؤمنان در همه گونه امور دینی و دنیوی همدیگر را دست می گیرند. در دنیا به همدیگر برای برداشت توانستن بار بندگی مدد می رسانند. واقعاً برادر بودن مؤمنان موافق حکم آیت معلوم و معین است. صاحبان قوت و توانایی را این نعمت فانی امانتی است از طرف خداوند که با این امانت تخم سعادت ابدی کیش نمایند و این نعمت جاوید را به دست آورند. مغروران و غافلان باشند قوت و توانایی را که نعمت جسمانی است برای یک چند روزه حیات دنیای فانی صرف می کنند. این عمری کوتاه را صرف جمع آوری مال دنیای مردار می نمایند. همین طور حقوق دینی و دنیوی برادران دینی اشان را فراموش می کنند و رعایت نمی کنند. اطاعت به امور الهی را از دست می دهند. در آیتی از قرآن مجید آمده است: آنها حیات ظاهری دنیا را می دانند، از آخرت باشد تماما بیخبرند. ایجادیات میر سید علی همدانی. هست دایم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر که مستی عالمی عرفان بود، بر همه خلقی جهان سلطان بود. میر سید علی همدانی با وجود سفرهای پی در پی طولانی باز امکانیت یافت که یک سلسله اثرهای عرفانی و علمی و بدیعی به میراث گذارد که تا امروز اهمیت بزرگ معنوی و فرهنگی و ادبی و تاریخی را صاحبند. و به وارثان خود اثرهای زیادی باقی گذاشته است که بیشتری آنها از باب عرفان و حکمت، اخلاق، ادبیات، تاریخ و جمعیت شناسی، فقه و الهیات بحث می کنند. مقدار اثرهای او را اکثر عالمان بیش از 70 می دانند. عالمه هند سیده اشرف ظفر در کتابش سید میر علی همدانی در خصوص 14 اثر فارسی و 21 رساله به زبان عربی تالیف نموده سید علی همدانی مختصراً معلومات داد. اما عالمی معروف ایران عزیزالله عطارودی باشد شماره اثرهای سید علی همدانی را زیادتر از 90 می داند. حضرت میر سید علی همدانی اساساً با اثرهای خود از قبیل مکارم الاخلاق، ذخیرت الملوک، انوار الازعار، وجودیه، کشف الحقایق، شرح اسماء الله، شرح فصوص الحکم، شرح قصیده حمزیه، اسرار وحی،
رساله سیرت الطالبین و امثال اینها در انکشاف تصوف و عرفان اسلامی سهمی باسزا گذاشت. برابر این اشعار پرمضمون او که در شکل‌های غزل، قطعه، ربایی، دو بیتی، مثنوی انشا شدند و ما میراث ماندند. اکثر آثار حضرت علی همدانی را شاگرد او نورالدین جعفری بدخشی در شکل کتاب جمع‌آوری و تهیه کرده بوده است. اینچنین همین شاگردش حکایات و مناقب درباره حضرت را جمع و کتابت نموده با نام خلاصة المناقب تعریف نموده است. اثرهای سید علی همدانی اصلاً افکار تصوفی، فلسفی و پند و اخلاقی را در بر می‌گیرند و موضوعهای تصوفی و عرفانی موقعی خاصه و پایه‌های بلندترین را اشغال می‌نمایند که آن را می‌توان محوری موضوعهای آثار او نامید. کلام منظومش نیز خیلی ساده و روان و دلچسب و عامه فهمند. ملاحظه فرمایید به این چند مصرعی غزل بزرگوار. هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یار باد. هر کی ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر کی اندر راه ما خاری فکند از دشمنی. هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار. هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد. در مصرع‌های ذکر یافته چی خاکساری عالی، چی فروتنی و صمیمیت و چی محبتی بیکنار او به نسل بشریت با فصاحت و دلبستگی تام افاده یافته است. این غزل تخمینا 70 سال مقدم انشا شده است، اما یگان کلمه و افادهش برای فارسی زبانان امروزه خاصه تاجیکان نافهمان نیست. زهی کلکی سحربار این سخندان جاویدانی و پیوسته باید بگوییم روحت شاد و مرقدت پر نور و خانه آخرتت آباد باد. میر سید علی همدانی. همین نیروی معنوی و قوتی عقیده و افکار و سادگی و عامه فهمی زبان اثرهایش می باشد که اخلاصمندان حقیقی او دوستداران کلام عرفانی عصرها باز او را همچون پیر خردمند خود می شمارند. احوال دل ای شاه نگویم که ندانی. بالله همدانی که تو شاهی همدانی. کرامات آن حضرت. میر سید علی همدانی چنین گفته است: به نیت سفری حج از کولاب به راه برآمدم. در اثنای سفر چیزهای داشتم را به احتیاجمندان تقسیم کردم. بعد از کمی راه پیمودن در جای قرار دادیم. در برم پولی کم مانده بود. شخصی آمده به من 2000 دینار داد و خواهش کرد که قبول نمایم، زیرا این پول را با اشاره معنوی رسول خدا آورده است. بعد از این سخنش پول را قبول کردم و از او پرسیدم که حضرت پیغمبرمان در کدام وعظ به تو اشارت نمود؟ گفت این پولها را به نیت حج رفتن جمع کرده بودم. یک شب در خوابم حضرت رسول خدا را دیدم. و من گفت که این پولها را پنهان کن. از اولاد من در ایام حج یک نفر در فلان جای دم خواهد گرفت. پولها را به آن کس میدی. وقتی که حضرت پیغمبرمان چنین فرمان کردند، من پرسیدم
ای رسول خدا، نام آن نبیره‌تان چیست؟ گفتند علی همدانی است. از آن شب تا امروز 1 سال گذشت. در ظرف این 1 سال دائما آمدن شما را انتظار بودم. اکنون به دیدار مبارکتان مشرف شدم. آن پلها را گرفته تا بغداد نگاه داشتم، لیکن از سبب حادثه به حج رفتن نتوانستم. از بغداد عقب گشتم. به 3 شتر آب و انواع خوردنی و به 2 شتر اشیای دیگر را بار کردم. کاروانیان شترهای پربار را دیده حیران شده گفتند این سید کم میخورد، همراهش چیزی بسیار نمی گرفت. از چی باشد با خود اینقدر خوردنی بسیار گرفته است؟ حالان که ما به جای می رسیدیم که در 14 روز خوراک یافتن امکان نداشت. بعد از چند روزی راهپیمایی کاروان راهش را گم کرد. خوراک کاروانیان تمام شد. از من خوردنی پرسیدند. من به آنها خوراک و نوشاکی دادم. از آن خوردنی و نوشاکی ها استعمال کرده همینطور تا شام آمده رسیدیم. من برای به فقیران تقسیم کردن پولهای باقی مانده از آنها صرفه‌کارانه استفاده می کردم. در شام ما به یک مشکلی دیگری روبرو گشتیم. نهایت در شام امکانیت پیدا کرده از شام به مکه رفتم. عبادت حجم را به جای آورده به وطنم کولاب برگشتم. بعد از برگشتنش از سفری حج، میر سید علی همدانی در اثنای یک صحبتش به آنهایی که به زیارتش آمده بودند چنین گفته است: از اینجا برآمده تا برگشتنم در مدت 10 ماه در هر جایی که اقامت می کردم خداوند بر دلم الهام کرد که رو آدمان را ارشاد و راهنمایی نما. حضرت میر سید علی همدانی چنین نقل دارد: 7 سال کرپه نپوشیدم، بغیر از نان جوین دیگر چیزی نخوردم. بعد از 7 سال یک شخص بزرگی آمده به من یک کرپه زیبا و خوراک‌های لذیذ آورد. این کرپه و خوراک را با اشاره معنوی حضرت پیغمبرمان آوردنش را ابراز نمود و گفت که قبول نمایم. من گفتم که درباره چنین بودنی کار دلیل داری؟ آن شخصی بزرگ تبسم کنان چگونه شاهد می‌خواهی گفت؟ آنگونه شاهدی که به من هم اشارت فرماید. گفتم من تو هم باید به رسول خدا توجه نمایی. گفت آن شخصی بزرگ. از آن مجلس خسته به رسول خدا توجه نمودم. رسول خدا را دیدم. به من تبسم کنان گفتند آن تکلیف اشارتی من است. همین طور چیزهای آورده آن ذات بزرگ را قبول کردم. انجام زندگی. حضرت امیر کبیر در آخرهای زندگیش قرار داد که چند سال عمر باقی مانده خود را در همدان عزیزش صرف تالیف کتاب‌ها نماید. اما از قضا باز به ضربه سخت و جانکاه تقدیر دچار آمد که همه نیت و آرمان‌های او را برباد دادند. تیمورلنگ به ایران لشکر کشیده شهرهای مترقی شیراز و تبریز، اصفهان و همدان را به خاک یکسان کرد. علی همدانی طاقتی در حال خرابزار دیدن وطن عزیزش را نداشت و تکلیف تیمورلنگ را در خصوصی در دربار او خدمت کردن را نیز رد نمود. این است که سال 1379 در سن 65 سالگی با همراهی پیوندان و نزدیکانش
و بیش از 700 شاگردان و مریدان خیش ترک وطن کرد و کشمیر هندوستان را مکان خود قرار داد. بهاری که سن و سال مبارکش وارد 73 می گشت، گرفتار درد جانکاهی گردید. آری سفرهای پی در پی، مهاجرات سالیان زیاد، دوری از وطن عزیزش، هجران خویش و پیوندان مهربانش که قسمش در ایران و قسم دیگرش در خاک ختلان میزیستند، بزرگوار را خیلی خسته کرده بود. او در یکی از سفرهای آخرین دخترش ماه خراسان را به خواجه ابو اسحاق ختلانی که مرقدش در دهه خواجه اسحاق خواجگی همدانی ناحیه کولاب واقع است به شوهر داد. در آخرهای عمر تن و روح قوی این مرد بزرگ ضعیف و ناتوان و دردمند گردیده بود. او در بستر بیماری افتاد، اما همیشه خیالش بند دیار ختلان و مرید و شخصیت‌های نیرومندی این سرزمینی پرفیض بود. و هنگام بازگشت در ولایت کونری افغانستان جان به حق تسلیم داد و موافق وصیتش تابوت او را به کولاب آورده جسدش را در همین جا دفن نمودند. یکی از مریدان آن حضرت روز وداع با درد و حسرت جانگداز تاریخی فوت او را به طور ذیل انشا نمود. حضرت شاه همدان کریم، آیتی رحمت ز کلامی قدیم، گفتمی آخر و تاریخ شد، بسم الله الرحمن الرحیم. مصرع آخری پارچه شعر بالا به سال 786 هجری مطابق 1386 میلادی راست می آید. سال وفات سید علی همدانی را بعضی محققان 1384، قسمی دیگر 1385 نیز گفتند و او تخمیناً 73 سال عمر دیده است.